پیش از این مسابقه طولی قریب 10 روز در مشق‌های دست جمعی در شهر خوجان برگزار گشت. در آنجا رفته اشتراک کردیم و تیاری خوب دادیم و اولین بار می شود که در مسابقات چمپیونات جهان بین کلانساران من اشتراک کرده شدم و با شما خیلی که معلوم است که در حریف اولی من این از کشور اسپانیا نیکولاس شیرزاداشویلی می باشد و با شما معلوم است که این خیلی دستاوردهای خوب دارد و ما چی قدرت و استعدادی داریم بتوانیم استفاده کنیم. خیلی خوشحالم که در تشکند قرار دارم. رقیب اولین من از تاجیکستان است. او را نمیشناختم ولی بعدا نوارهای او را تماشا کردم و فهمیدم که یکی از جدوکاران با قوت است. من از آن آگاه هستم که تاجیکستان جدوکاران خوب دارد، مخصوصا در وزنهای تا 73 و تا 81 کیلوگرم که من در اینجا با آنها واخوردم. تشکر با مخلصان تاجیک که در صحیفه‌های اجتماعی به من می‌نویسند. خیلی خوشحالم که آنها را دارم و همه ورزشکاران تاجیک در آینده برای کامیابی‌ها را خواهانم.